من عرفان جلیلی ام و این اولین جلسه از کورس A1 شماست. بدون هیچ اتلاف وقتی میریم سراغ درس امروزم. قبل از اینکه بخوایم گرامر امروز رو شروع کنیم لازم دونستم چند تا توضیح راجع به گرامر هایی که قراره با هم دیگه بخونیم و بهتون بگم. این که ما فقط اسم اون گرامر و فرمولش رو بلد باشیم نه تنها کافی نیست بلکه اهمیتی هم نداره. چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم با هر گرامر جمله مثبت، جمله منفی، سوال بله خیر و سوال WH بسازیم که امروز قراره همین کار رو با گرامر present simple یا حال ساده انجام بدیم. بریم سراغ present simple. کاربرد: زمانی که میخوایم راجع به اتفاقاتی که روزمرن یا عملا روتینن یا فکت ها صحبت بکنیم از present simple استفاده میکنیم. پوینتی که وجود داره قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ فرمول این گرامر شما باید یه نکته رو راجع به افعال در زبان انگلیسی بدونید. در زبان انگلیسی ما عملا دو مدل فعل داریم. به فعل ها در زبان انگلیسی میگیم verbs. حالا این دو مدل فعلی که داریم سیستمشون چیه، عملکردشون چیه و هر کدوم رو قراره کجا ازشون استفاده کنیم. خب اولین مدل فعلی که واسمون وجود داره افعال to be هستند. این تویی که پشت افعال میبینید مصدرشونن، همونجوری که تو فارسی میگیم رفتن، دیدن، خوردن، بودن و در انتهای هر کدوم یک نون داریم. در انگلیسی هم to رو داریم. حالا to be، افعال to be برای زمانی استفاده میشن که ما میخوایم راجع به چیزهایی که بودنی هستن صحبت کنیم. بر فرض مثال معلم یک چیز بودنیه و من میگم که من یک معلم هستم، شما یک زبان آموز هستید، او قد بلند هست. هر چیزی که بودنی باشه ما باید از یک فعل to be براش استفاده بکنیم. کلا در زمان حال 3 تا فعل to be بیشتر نداریم که شامل am، is و are میشن و هر فعل دیگه‌ای به غیر از این 3 تا توی کاتگوری یا دسته افعال to do قرار میگیرن. حالا to do ها کارهای انجام دادنی هستند. مثلا غذا پختنیه و پختن یک کار انجام دادنیه، پس فعل cook یک فعل to do محسوب میشه. بسکتبال بر فرض مثال بازی کردنیه و بازی کردن یک کار انجام دادنیه، پس play یک فعل to do برامون محسوب میشه. خواستم تفاوت افعال رو همین اول براتون جا بندازم. اما بریم سراغ خود present simple. داشتیم راجعش صحبت میکنیم. بخوایم بریم سراغ فرمولش اول با افعال to be رو من شروع میکنم. خب بر فرض که این فاعلای ما هستن، ما فاعلا رو اینجا به 3 دسته تقسیم میکنیم. دسته اول شخص I، دوم شخص you they we و سوم شخص he she و it. برای I از am، برای you they we از are، برای he she it از is استفاده میکنیم. اگر خواستیم هر کدوم از این افعال رو یا این جملات رو منفی کنیم فقط کافیه که واژه not رو بعد از فعل to be مون بیاریم. نکته‌ای که وجود داره توی قسمت مخفف کردن ما isn't داریم، aren't داریم، اما به هیچ عنوان از amn't نمیتونیم استفاده کنیم و نهایت مخفف سازی که برای am استفاده میکنیم I'm not هست. پس به هیچ عنوان نمیتونید بگید I amn't. این تا اینجا. و در ادامه جمله هر چیزی که میخواید بگید، اگر از صفتی دارید استفاده میکنید، توضیحی دارید میدید، میتونید در ادامه جمله ازش استفاده بکنید. یک مثال رو من اینجا مینویسم. بر فرض میگیم he is a teacher. جمله‌مون کاملا مثبت. حالا همین رو میخوام منفی کنم، از مخفف هم استفاده میکنم. میگم he isn't a firefighter. اون یک آتش نشان نیست، یک معلمه. تا اینجا خب ما 2 تا رکن یاد گرفتیم، جمله مثبت، جمله منفی. اگر بخوایم سوال بله خیر بسازیم باید چی کار کنیم؟ خیلی سخت نیست، فقط کافیه که جای فعل با فاعلمون رو تغییر بدیم. بر فرض اگر جمله داریم he is a teacher، سوالش میشه is he a teacher؟ آیا اون یک معلم هست؟ به همین راحتی. سوال واسهتون پیش میاد که خب جمله مثبت رو یاد گرفتیم، جمله منفی رو یاد گرفتیم، سوال بله خیر هم یاد گرفتیم، سوال WH چطور؟ در ادامه بهش میپردازیم. الان نه.
امکان داره که یه ذره پیچیدگی واسهتون به وجود بیاد اگر همین الان بخوایم روش کار بکنیم. پس یک بار دیگه present simple حال ساده با افعال to be به این شکله که برای I از am، you they we، از are he she it، از is استفاده میکنیم. و در ادامه میریم سراغ present simple با افعال to do. اونجا دیگه ما این دسته‌بندی ستایی فاعل هامون رو نداریم و یک دسته‌بندی دوتایی داریم که اول و دوم شخص یک گروه رو تشکیل میدن I, you, they, we. سوم شخص ها هم یک گروه دیگر رو he, she, it. یک فعل رو هم انتخاب میکنیم، فعل play به معنای بازی کردن. برای I, you, they, we خب ما از play استفاده میکنیم، هیچ مشکلی هم نداریم. اوکی؟ اما برای he, she و it ما باید از اس سوم شخص استفاده کنیم. plays. I play, you play, they play, we play, he plays, she plays, it plays. اگر بخوایم همین جملات رو منفی کنیم اونجا داستان چیه؟ برای دسته اول از واژه don't استفاده میکنیم، مخفف do not. I don't play, you don't play, they don't play, we don't play. اما برای he, she و it دیگه نمیتونیم از don't استفاده کنیم و باید از doesn't استفاده کنیم. نکته‌ای که وجود داره زمانی که از doesn't استفاده میکنیم اون اس سوم شخص رو دیگه از فعلمون حذف میکنیم و میگیم doesn't play. به هیچ عنوان نمیگیم doesn't plays. نه. He doesn't play basketball. He plays football. یک بار دیگه. زمانی که doesn't داریم به هیچ عنوان از اس سوم شخص برای فعلی که بعد از doesn't میاد استفاده نمی کنیم. مثال می نویسیم. بر فرض they play football. منفیش میخوایم کنیم they don't play basketball. برای سوم شخص ها she plays football. منفی همین جمله یا حالا اگر بخوایم ورزش رو عوض کنیم she doesn't play basketball. به همین راحتی. حالا پوینت بعدی، سوال چجوری میسازیم؟ زیاد کار سختی نیست. برای I, you, they, we واژه do رو به سر جمله‌مون اضافه میکنیم. یادتون باشه که ما اینجا دیگه قرار نیست جای فعل و فاعل عوض کنیم. یعنی they play football سوالیش نمیشه play they football. نه، فقط کافیه do رو اضافه کنیم و بگیم do they play football. برای he, she و it سوم شخص هامون از does استفاده میکنیم. یه نکته دیگه، همون کاری که doesn't میکرد does هم میکنه، اس سوم شخص رو از بین میبره. یعنی شما برای سوال ساختن هم از اون اس سوم شخص استفاده نمی کنید و میگید does she play football. به همین راحتی. ما الان حال ساده، جمله مثبت، جمله منفی، سؤال بله خیر با افعال to be و افعال to do رو یاد گرفتیم.